سلام به همه همراهان عزیز. امروز می خواهیم نگاه داشته باشیم به زندگی یکی از چهره های ماندگار کرکت افغانستان. ورزشکاری که با سرعت، غیرت و تلاش‌هایش نقش مهمی در معرفی کرکت افغانستان به جهان ایفا کرد. او کسی نیست جز شاپور زدران. شاپور زدران در 7 جولای سال 1987 میلادی در ولایت خوست افغانستان جشن به جهان گشود. او از همان دوران کودکی علاقه زیادی به ورزش، به ویژه کرکت داشت. سالهایی که افغانستان درگیر جنگ و ناامنی بود، خانواده او نیز مانند بسیاری از خانواده های افغان مدتی را در پاکستان سپری کردند. شاپور در آنجا فرصت پیدا کرد تا کرکت را به صورت حرفه‌ای دنبال کند و استعداد خود را در این رشته به نمایش بگذارد. او با الهام از بولرهای سرعتی مشهور جهان، با ویژه شعیب اختر، تمرین‌های سخت را پشت سر گذاشت. قد بلند، قدرت بدنی مناسب و سرعت بالای توپ‌هایش باعث شد خیلی زود در میان بازیکنان جوان شناخته شود. پس از بازگشت به افغانستان در رقابت‌های داخلی و تیم‌های منتخب درخشید و همین عملکرد خوب راه او را به تیم ملی افغانستان باز کرد. شاپور زدران در نخستین بازی بین المللی یک روزه خود را در 30 اگست سال 2009 برابر هالند انجام داد. چند ماه بعد در اول فوریه سال 2010 نخستین مسابقه 20 اوره بین المللی خود را برابر ایرلند برگزار کرد. از همان آغاز مشخص بود که افغانستان صاحب یک بالر سرعتی با استعداد شده است. در سالهای بعد شاپور زدران به یکی از مهره‌های اصلی تیم ملی افغانستان تبدیل شد. او در مسابقات مهم آسیایی، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و تورنمنت‌های بین المللی بارها برای افغانستان به میدان رفت و با ویکت‌های حساس خود نقش مهمی در پیروزی‌های تیم ملی داشت. در مجموع شاپور زدران 80 مسابقه بین المللی برای افغانستان انجام داد، 44 مسابقه یک روزه و 36 مسابقه 20 اوره. او در این رقابت‌ها در مجموع 80 ویکت به دست آورد، 43 ویکت در بازی‌های یک روزه و 37 ویکت در مسابقات 20 اوره. این آمار نشان می‌دهد که او یکی از موفق‌ترین بالرهای نسل نخست کرکت افغانستان بوده است. اما شاید ماندگارترین لحظه دوران ورزشی او به جام جهانی 2015 بازگردد. در دیدار حساس برابر اسکاتلند، افغانستان برای ثبت نخستین پیروزی تاریخی خود در جام جهانی تنها به چند دوش نیاز داشت. در لحظه‌ای که فشار مسابقه به اوج رسیده بود، شاپور زدران با یک ضربه 4 امتیازی پیروزی تاریخی افغانستان را قطعی کرد. لحظه‌ای که میلیون‌ها افغان را خوشحال ساخت و برای همیشه در تاریخ ورزش کشور ثبت شد. پس از سالها حضور در تیم ملی، شاپور از مسابقات بین المللی فاصله گرفت، اما همچنان یکی از چهره‌های محبوب کرکت افغانستان باقی ماند و تجربه‌های خود را در اختیار نسل جوان قرار داد. متاسفانه در سال 2026 خبر تلخی منتشر شد. شاپور زدران به بیماری نادری به نام HLH مبتلا شده بود. بیماری که باعث فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن می شود و می تواند اندامهای حیاتی مانند کبد، مغز، استخوان و ریه ها را آسیب جدی وارد کند. او برای درمان به شهر دهلی نو هند منتقل شد
و چندین ماه تحت مراقبت پزشکان قرار داشت. وجود تلاش‌های فراوان تیم درمانی، وضعیت جسمانی او بهبود نیافت و سرانجام در 7 جولای 2026 تنها یک روز پیش از تولد 39 سالگیش درگذشت. درگذشت شاپورزادران موج از اندوه را در افغانستان و دنیای کرکت به همراه داشت. بازیکنان تیم ملی، مسئولان کرکت افغانستان و شخصیت‌های ورزشی کشورهای مختلف پیام‌های تسلیت منتشر کردند و از خدمات ارزشمند او به کرکت افغانستان قدردانی نمودند. شاپورزادران یک بالر سرعتی نبود. او نسلی بود که با امکانات محدود اما با اراده بزرگ کرکت افغانستان را به سطح جهانی رساند. نام او برای همیشه در کنار نخستین افتخارات بین المللی کرکت افغانستان باقی خواهد ماند و نسل‌های آینده از تلاش‌ها، فداکاری‌ها و افتخاراتش یاد خواهد کرد. روحش شاد، یادش گرامی باد.